شاید باورت نشه ولی دنیای تو میتونه دقیقاً به بزرگی خواسته های تو باشه، چون تو واقعا هر چی بخوای میشه. حالا اگه پیش خودت فکر میکنی خب من همیشه خواستم ولی چرا نمیشه، بذار بهت بگم چرا. خودم رو مثال میزنم، منم همیشه میخواستم، واقعا آرزوهای بزرگ داشتم. تازه نه همین 1 سال 2 سالا، از بچگیم آرزوهای بزرگ داشتم. از همون بچگی فکر میکردم زندگی نباید به همین محله ما تموم بشه، مطمئنا اتفاقای خفنی قراره بیفته. یکم بزرگتر که شدم به لطف اینترنت دسترسیم به اطلاعات بیشتر شد، پس خواسته های منم واضح تر شد. منتها تو اون سن خواسته هام بیشتر شبیه رویا بود، رویایی که خیلی مشخص نبود قراره چی کار بکنم. بعد اواخر دهه 20 سالگی این رویاهای عجیب غریب بچگیم یکم شکل گرفتن. مثلا من آرزو میکردم تو مجله ها و تلویزیون های مختلف آمریکایی اسمم گفته بشه و به صورت خیلی واضح مجلات فوربس، ووگ و آنترپرنور رو تصور میکردم. حتی طبق این قوانین منیفست با تمام جزئیاتم تصورش میکردم، ولی خب نمیشد. تا اینکه از 30 سالگیم به بعد رویاهام در حین بزرگ بودن و واضح بودن دنبال یه راهی واسه واقعی بودن هم میگشت. برای همینم تصمیم گرفتم تمام کارهایی که همیشه دوست داشتم انجام بدم ولی به هر دلیلی انجام نداده بودم و عملی کنم. داستان خلق کردم، کتاب نوشتم، برند زدم، محصول تولید کردم، تجربیاتمو به اشتراک گذاشتم تا رسیدم به جایی که مجلات فوربس و ووگ در مورد برند من نوشتن. توی تمام این سالا حواسم نبود که من باید یک خالق باشم، باید چیزی رو خلق بکنم که تمام رویاهام به واقعیت تبدیل بشه. و شد. حالا هر کی میخواد هیت بده، هر کی میخواد مسخره کنه، مهم اینه که اسم من تو این مجلات رفته ولی اسم اونا نرفته. و اما هیترهای عزیز از من متنفر باشید، چون آرزوهای من از تخمای شما بزرگتره.